سلام به رو ماهتون. میخوام در مورد جلسات مشاوره آنلاینمون براتون توضیح بدم. تو جلسات مشاوره آنلاین ما میایم کسب کارتون رو و پرسونالتون رو بررسی میکنیم. یکی از آیتم هایی که بهش نیاز داریم این که تمام پرسونل قبل از در واقع تاریخ مشاوره تست دیسک زده باشن و تستشون در اختیار ما قرار بگیره برای اینکه بتونیم آنالیزشون کنیم و بررسیشون کنیم، رابطه بین افراد رو و حتی بررسی کنیم که کارایی هر کدوم از این کارمندان، از این پرسنل در سازمان به چه صورت میتونه باشه، چه بازخوردی داره. زمان جلسات مشاوره ما هم بسته به مبحث تحلیلیه و نمیشه براش زمان مشخص کرد. حداقل 1 ساعت، حد اکثر تا 3 ساعت امکان داره یک جلسه طول بکشه، چون جلسات مشاوره اینطوری که باید اون موضوع رو بتونیم حل کنیم و این خیلی برام